وقتی بچه‌ها رو میبرن اردو، محمد خوشش میاد از یه دختره. آخه محمد یه امیر درون داره. تو کاغذ مینویسه عشق من میشی یا نه؟ دخترم جوابش رو همون کاغذ مینویسه و میذاره رو صندلی. از بعد روزگار وقتی میاد این کاغذ رو برداره باد میزنه زیرش. خلاصه نصف شهر میره دنبال این کاغذ. یهو کاغذ از در یه فروشگاه میره تو. میره دنبال کاغذه تو فروشگاه، یهو میخوره به یه جا. همه چی به هم میریزه. یهو یه یارو پشتش پیدا میشه و میگه بیا بریم بهت کفتر نشون بدم عشقم. به کفتر یه عروسک اژدها بهش میده. هی نه اونو میاره تا آخر قبول میکنه. وقتی اژدها رو میگیره تو دستش، اژدها پا در میاره و میپیچه دور دستش. خلاصه این فنقل بچه برگزیده شده توسط مرلینه. مرلین هم که میشناسید، تو دنیای جادوگر و بزرگترین جادوگره. حالا همه اینا رو گفتم که برید شاگرد جادوگر رو ببینید. فیلم قشنگیه، توصیه میشه.